بچومی در کانال تاجیکستان شو ابنا شو و با خبر باش از ویدیوهای نو بنوی موگامبو کوچکر در بزرگیت بمبرم نونیو چگیه نونیو ای سختمی ای سختمی سختمی من تری زنکا یکم بردم تری زنکم مرده مجک میشیده در زندگی کش 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 زنکم خیلی میسته من حیرون شد 15 ساله زندگی دارم مجک شاید دست نداره یه مرده مجکی نمیشدنی ای دک جو خدا گفته مرا گرفت من 15 سال شد قایم زندگی دارم این تری زنک مرده و مجکه من یکم بار دیدم ای توبه کردم ای کش ایچ کوپای با امروزی کارچ کدستا غیبه دارا کمه دارم زنکم تر میشته کم مرده و مجک میشته 15 سال زندگی دار چنان مرده و مجک نمیشیدنی ای دک جو خدا گفته این مرا گرفت من نمیدانم من نمیدانم مرده با چه کده امروزی قدم تنقی داری غیبه داری با چه گپشی؟ غیبه داری تنقی داری چند سالش خمال زندگی داریم 15 سال 15 سالش زندگی داریم چند تا کودک داریم 5 تا کودک داریم در 15 سال ما قید زندگی 5 تا کودک داریم تو برای چی یک نمره تلفن تو مدن نمیتی؟ سلجان برای چی خمون اینجا آمده؟ برای چی خمون اینجا آمده؟ کلره بی کلره من چند بار خودت میگفتی که من گفتم که باغ پیستا داری من باغ پیستاتون بر آوردم باغ پیستا اینجا باغشه؟ همه درختایی که میبینی همه درخت رو ما شنوندگیم همه درخت ها مهنت های ما همه پیستا فهمیدی؟ تمام مردم شریف تاجیکستان اینجا پیستا میخوره این مهنتی دستی ما فهمیدی؟ ما همینجا در قضیه رحمتی بابیم همینجا در چقدر میکنیم پیستا رو میشنوندیم و پارو میکشیم اون چنو 20 لیتره نبود با بگ او میکشیم او میدین همه پیستا سازی تمام مردم این پیستا میچشه کدومش که دعا کنه دقیقمون دعا میکنه فهمیدی؟ سال 67 انمی پیستا رو ما شنوندگیم سال 67 سال 67؟ من قضیه بابی من سال 67 شنوندیم اینجا را از سلجان بخشی شد؟ و شما تای چنده؟ من 87 آخی چی 87؟ و چه خیلی از سال 67 شنوندی؟ اقت بازا گفته سال 67 من درخت رو شنوندیم درخت رو 20 ساله شد بعد من تولد شدم چی؟ گفتن اولاد بچومی در کانال تاجیکستان شو ابنا شو و با خبر باش از ویدیوهای نو بنوی موگامبو کوچکر تالخما کفانی چوکده زه بایی دیتای تری نگاه کده زه کشکر جان حتی سقیره شستری اگه چقدر که نمره همیده بگیریم؟ چی؟ اینه بخم؟ اینه آنه خیره بگیرم اینه ما چکر مکر الان نمره هاشه بگیرم رو بیا نازنین هنوزم عاشقم بودی نبودی با من اینچونین رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشق
عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بیا تو بی بهانه بی خانم عاشقانه نمیخواهم بدانی فیر بی زمانه بیا تو بی بهانه بی خانم عاشقانه نمیخواهم بدانی فیر بی زمانه بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم لا 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 کتاب قصه های نگو حرف جدایی زیدستی عاشقی من نداری تو رهایی کتاب قصه های نگو حرف جدایی زیدستی عاشقی من نداری تو رهایی بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم یا گفتن اولاد بچومی در کانال تاجیکستان شو اوبنشا و با خبر باش از ویدیوهای نو بنوی موگامبو کوچکر و بتمن. خبر سلجان ها. برای چی خمون اینجا آمده؟ برای چی خمون اینجا آمدیم؟ کلره بی کلره من چند بار خودت میگفتی که ما گفتم که باغ پیستا داریم مرا باغ پیستاتون بر آوردم باغ پیستا اینجا باغشه؟ همه درختایی که میبینی همه درختها رو ما شنوندگیم همه این درختها مهنت های ما همه پیستا فهمیدی؟ تمام مردم شریف تاجیکستان اینجا پیستا میخوره این مهنتی دستی ما فهمیدی؟ ما همینجا در قضیه رحمتی بابیم همینجا چقدر میکنیم پیستا رو میشنوندیم و پرو میکشیم اون چنو 20 لیتره نبود بابک او میکشیم او میدین همه پیستا سازی تمام مردم این پیستا میچشه کدومش که دعا کنن دهقمون دعا میکنن فهمیدی؟ سال 67 انمی پیستا رو ما شنوندگیم سال 67 سال 67؟ ها من قضیه بابی من سال 67 شنوندیم اینجا رو از سلجان بخشی شد؟ و شما تای چنده؟ من 87 آخی چی 87؟ و چی خیلی از سال 67 شنوندی؟ قطع بازا گفته سال 67 من درخت رو شنوندیم درخت رو 20 ساله شد بعد من تولد شدم چی؟